سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم و مطالبی رو پیرو به صحبت‌های قبلی که با شما داشتم در خصوص قهوه اسپرسو و روش‌های درست کردن این قهوه خدمتتون عرض کنم. خیلی خوبه که بدونید که قهوه اسپرسو به 3 روش درست میشه. اولین روش با دستگاه‌های صنعتی کافه‌ای و یا نیمه صنعتی هستش. دومین روش هستش که شما تو خونه استفاده میکنید و با دستگاه‌های برقی خونگی انجام میشه. و روش سوم دستگاه‌هایی هستش که اصطلاحاً روگازی یا موکاپات بهش گفته میشه. برای درست کردن قهوه اسپرسو با هر یک از این دستگاه‌ها نیازمند اطلاعاتی هستیم که باید بدونیم و این اطلاعاتی که خدمتتون میگم رو سعی می‌کنم تو تمام ویدیوهام خیلی سلیس و روان خدمتتون بگم که چه دوستانی که میخوان تازه وارد این عرصه بشن و یا اینکه در خونه یاد بگیرن به اندازه حداقل و یا اینکه همکاران محترممون بتونن بهره برداری لازم رو داشته باشن. دوستان عزیز باید توجه کنید که در بحث عصاره‌گیری برای قهوه اسپرسو در دستگاه‌های صنعتی و نیمه صنعتی کافه‌ای فاکتورهایی رو باید رعایت کنید. ابتداءً از نوع آسیاب و نحوه آسیابتون و اندازه آسیاب باید شما اطلاعات کافی رو داشته باشید و اینکه بتونید اصطلاحاً آسیابتون رو با دستگاه ست بکنید. خب این خیلی بحث مهمیه که تو بحث کالیبراسیون قهوه ما و دوستانمون مطرح میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده قهوه ای رو که میخوام برای دستگاه‌های صنعتی و نیمه صنعتی استفاده کنم، هر قهوه‌ای برای خود نیازمند 1 درجه آسیاب هست. خب پس متوجه شدیم که دونها با همدیگه برای آسیاب کردن و آسیاب شدن متفاوت هستند و برای آسیاب کردن هر لاین قهوه و هر دون که با درجه‌های رست مختلف رست شده باید اندازه آسیاب قهوه‌مون رو تغییر بدیم و در کنار اون گرم و اندازه قهوه رو رعایت کنیم و بعد از اون پورتافیلترمون رو آماده عصاره‌گیری کنیم و روی دستگاه ببندیم و عصاره‌گیری کنیم و عصاره مطلوب رو در نظر داشته باشیم که چقدر هستش. گرمی که برای اسپرسوی سینگل در نظر گرفته شده 7 گرم هست و گرمی که برای اسپرسوی دبل در نظر گرفته شده 14 گرم هست. البته دوستان یه نکته‌ای من به شما بگم، این استاندارد هست و خب خیلی عالی و درجه 1 میشه که شما بتونید هر چقدر به این اندازه نزدیک و نزدیکتر بشید. ولی بعضی از دوستان خب در کافهشون و یا در منزل همه استانداردها رو ندارن، بلندر یا آسیابشون جنس درجه 1 نیست، خطا داره و از اینجور به اصطلاح بحث ها و وسایلی که از اون کیفیت مناسب برخوردار نیستند رو اکثر دوستان شاید دارن و دارن تجربه میکنن که این امر باعث میشه که یه مقداری ریز بودن و درشت بودن و در سطح خطا همچنین در
آسیاب شما باشه که فرایند ایجاد میشه به این صورت که ممکنه قهوه شما گرم بیشتری رو صاحب بشه و یا همچنین گرم کمتری رو داشته باشید. خب بعد از اینکه درجه آسیاب رو تغییر دادیم، فاکتورهایی رو که برای گرم قهوه در نظر گرفتیم، میایم چیکار میکنیم؟ باید در این مرحله پورتافیلترمون رو پر از قهوه کنیم به همون اندازه‌ای که بهتون گفتم. ولی خیلی بهتر هستش که پورتافیلتر رو یک بار روی دستگاه ببندیم، دکمه عصاره‌گیر رو بزنیم و آب جوش منتقل بشه، از شاور رد بشه هد گروپ و در نهایت خارج بشه از پورتافیلتر ما، به این منظور که پورتافیلتر گرم بشه و عصاره خیلی بهتری رو به ما بده. دوستان نکاتی هست تو بحث کافه‌داری که باید رعایت کنید. یکی از نکته ها این هستش که شما وقتی که پورتافیلتر رو روی دستگاه میبندید، قهوه میگیرید، حالا این برای دوستان کافه‌دار بیشتر ممکنه اتفاق بیفته، مشتری بعدی مراجعه میکنه و به شما میگه که من قهوه 70-30 میخوام یا قهوه 50-50 یا 60-40 میخوام ملایم باشه، مدیوم باشه، کافئین زیاد بالا نباشه. شما قهوه قبلی که با اون پورتافیلتر گرفتید قهوه 100 روبوستا بود و پورتافیلتر رو تخلیه کردید، حالا دستمال کشیدید، تفالهای قهوه از بین رفته، ریختید رفته داخل ناک باکس، ولی اتفاقی که اینجا میفته این هستش که اون طعم سوخته قهوه قبلی به همراه عطر و طعم قهوه جدیدتون با همدیگه ادغام میشه و یه طعم تند زننده بسیار تیزی رو پیدا میکنه. پس پیشنهاد میکنم به شما عزیزان که برای اینکه کیفیت کارتون رو بالا ببرید و فرهنگ قهوه خوردن رو به مشتریاتون بتونید بهتر و بیشتر هدیه بدید و جامعه بیشتری رو به سمت قهوه خوردن پیش بیارید و بکشونید، حتما بعد از اینکه قهوه رو از پورتافیلتر تخلیه میکنید یک بار پورتافیلتر رو مجددا روی هد گروپتون ببندید و آب جوش بگیرید که این هم باعث میشه که هم اون شاور شما تمیز بشه و تفاله قهوهش ازش خارج بشه و همون آبی که میاد و عطر و طعم تلخی که از قهوه قبلی مونده رو پاک میکنه و میشونه و پورتافیلتر شما و دستگاه شما رو برای قهوه جدید و عصاره‌گیری جدید آماده میکنه. خب نکات بسیار هستش که در یک ویدیو نمیشه همه رو صحبت کرد، من آروم آروم به همش اشاره میکنم. ویدیو ما رو دوستان ببینید و اگر از ویدیو ما خوشتون اومد ویدیو ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و در نهایت برامون کامنت بذارید. خوشحال میشیم که در کنار شما هستیم، هم از شما یاد میگیریم و چیزهایی هم که بلد باشیم میگیم تا فرهنگ قهوه خوردن روز به روز و بیش از پیش بهتر و بهتر و بهتر بشه. ممنونم که کنار ما بودید. روز خوش.